توجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا یا خود ساها خواسته است که به چاره‌بینی‌های شخصان جنایت پیشه را راه ندهند. این مسئله روز 2 آگوست در ملاقات دوستانه کل تاجیکستان یوسف رحمان با رهبر مرکز پیشگیری نزاها و همزمان معاون رهبر کاتبات ساها و رهبر ریاست خطرهای فراملی این سازمان الینا کوپچنا در شهر وینا قرارگاه دفترهای مرکزی ساها بررسی شده است. طور در عکس دیده می شود تولا یورلیا که قبلا رهبر نمایندگی ساها در تاجیکستان را بر عهده داشت با این ملاقات جامعه ادرس تاجیکی در تنش اشتراک کرده است. مرکز مطبوعات دوستانه کل تاجیکستان گفت یوسف رحمان که با سلسله سفر در کشورهای اروپا قرار دارد در این ملاقات وضع کنونی تطبیق برنامه‌های ساها در چینک‌های حربی، سیاسی و انسانی بررسی گردیده دستگیری ساها در تطبیق مشترک استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و چاره‌بینی‌های مشخص آن تاکید گردید. دوستانی کل تاجیکستان می‌افزاید که در دیدار با نمایندگان ساها همزمان مسئله‌های راه ندادن اشتراک شخصان جنایت پیشه در چاره‌بینی‌های ساها، وضع امنیت در افغانستان و تأثیر آن به کشورهای عضو ساها و بیرون از آن، مقاومت با تروریسم، مبارزه با جنایتکاری متشکل فراملی، مساعدت در رشد انفراستراکچور و ذهنی کارمندان مقامات پروکراتوره و دیگر مسائل مبرم باعث توجه یکدیگر تحت بررسی قرار داده شدند. توافق شده است که در آینده نزدیک سفر کاری و تخصصی رهبریت ساها به تاجیکستان صورت خواهد گرفت. نشست‌های ساها بخصوص انجمن‌های سالانه چینک‌های انسانی در ورشاو در سالهای آخر به یک منبر عمده بحث‌های بین نمایندگان حکومت و مخالفین تاجیک تبدیل یافته است. سال 2017 هیئت رسمی تاجیکستان به نشان اعتراض برای راه یافتن مخالفین انجمن ورشاو را ترک کرد و به دنبال مقام رسمی نمایندگی ساها در تاجیکستان پایین برده شده دفترهای صحرایی آن را در چند شهر و ناحیه‌ها برهم دادند. تابستان سال 2020 تاجیکستان همراه با ترکیه و آذربایجان توانستند مانع انتخاب دیگرباره رهبر دفتر آزادی‌های دموکراتیک و نمایندگی ویژه ساها در امور آزادی مطبوعات شود. سال 2020 انجمن سالانه ساها در ورشاو به دلیل پاندمی کرونا ویروس دایر نشد، ولی ظاهراً در دوشنبه خوف دارند که در صورت اثرگیری این همایش مخالفین تاجیک می توانند از منبر آن دیگرباره برای حمله به حکومت استفاده برند. یوسف رحمان در جریان سلسله سفرش با رهبران نهادهای حفظ حقوق آلمان، لهستان و افستریا درباره مسائل همکاری‌ها همچنین مسئله استرداد شخصان در جستجو قرار داشته را نیز در میان گذاشته است. اکثر پناهجویان سیاسی از تاجیکستان در اروپا در همین 3 کشور به سر میبرند. ده‌ها نفر آنها با شمول رهبران اول اپوزیسیون از جمله محیدین کبیری از جانب مقامات تاجیکستان تحت جستجوی بین المللی قرار داده شده. دوستانی کل تاجیکستان قبلا درباره از اروپا به دوشنبه استرداد شدن 4 نفر تحت جستجو خبر داده بود، از جمله حزب الله شووالیف که افستریا او را به تاجیکستان داد ماه ایون سال 2020 به 23 سال زندان محکوم شد. درباره سرنوشت مصطفی حیاتوف یک عضو فعال گروه 24 که سال 2019 به تاجیکستان برده شد اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی او گاه در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های از کوچه‌های دوشنبه نشر می‌کند.